السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بر شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم بردم و با قوت هستید. پیرمرد در کرسی نشسته بود. جوان به نزدش آمد و پرسید: السلام علیکم استاد، شما مرا یاد دارید استاد؟ موسفید باشد گفت: و علیکم سلام، نه پسرم، من شما را یاد ندارم. جوان باشد گفت که من یکی از شاگردان شما بودم. موسفید بله گفت و از او پرسید که حالا تو چی کار کرده ایستاده ای؟ و چی کار مشغولی؟ حالا حالت خوب است؟ جوان گفت: خدا را شکر خوب هستم و معلم شده کار میکنم. چقدر خوب، فهمیدم که با استادانت پیروی کردی. پاسخ داد پیرمرد: شما چه حال دارید استاد؟ در اصل من معلم شدم به شرافت شما، چون شما به من الهام بخشیدید. کردار و رفتار شما درسی خوبی ما شد. پیرمرد باشد کنجکاوی کرده از جوان پرسید که کی معلم شدنی بودید؟ جوان باشد قصه گذشته را نقل کرد. هنگام طلبه بودنمان یک دوستم با یک ساعتی زیبای نو به درس آمد. این ساعت به من معقول شد و آن را دزدیدم. دیر نگذشته دوستی من پی برد که ساعتش گم شده است و در حال به شما شکایت بود. شما باشد به ما گفتید امروز در صنف ساعتی طلبه را کدام دزدیده است. کسی که آن را گرفته باشد شوخی نکند و آن را برگرداند، ولی من آن را بر نگرداندم. فکر کردم هیچ کس نمی‌یابد و نمی‌فهمد. جوان که بودم ساعت به من معقول شده بود. خوشبختانه شما در را پوشیده همه ما را گفتید از جای برخیزید و چشمانتان را پوشید. ما به گفته شما اطاعت کردیم. شما جیبهای ما را کافت و کاب کردید. ساعت را یافتید و گرفتید، لیکن کافت و کاب را تا آخر دوام دادید. جیبهای همه را تکان داده کافتید. بعد گفتید چشمانتان را گشایید. من ساعت را یافتم. شما به من چیزی نگفتید و نظری هم نکردید و هیچگاه در این باره چیزی هم نگفتید که ساعت را کی دزدیده است. شما آن روز شأن و شرف مرا پنهان نگاه داشتید و مرا از شرمندگی نجات دادید. این هم روزی ننگین من بود. شما هیچگاه به من چیزی نگفتید، مذمت هم نکردید یا دقت مرا جلب هم نکردید تا به من اخلاق آموزید. لیکن شما توانستید مرا به نور سازید. به شرافت شما من فهمیدم که مربی کیست و ارزش معلم در چیست. استاد، آیا شما آن لحظه را در خاطر دارید؟ استاد خردمند سالخورده جواب داد: من آن ساعت دزدیده را در یاد دارم، چون که جیب همگان را می نگریستم، اما تو را در یاد ندارم، زیرا من هم چشمانم را پوشیده جستجو می کردم. جواب داد پیرمرد: بزرگان فرمودند هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد، هیچ مولانا نشد مولای روم تا مرید شمس تبریزی نشد. السلام علیکم و رحمت الله. امیدوار هستیم کمی هم باشد به کسی تربیه ما اگر که تاثیر کرده باشد بسیار خرسندیم و در حق بنده دعاگو باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبان ما و شما.